از پروژه‌های عظیم پارس جنوبی در عسلویه و مشاهده تحول بزرگی که از این رهگذر در اقتصاد، ارتقای توانایی‌های تولیدی و پیمانکاری و اشتغال کشور ایجاد شده، موافقان و حتی مخالفان منصف سیاسی حقیر دریافتند که چگونه یک افتخار بزرگ ملی و بزرگترین افتخار زندگی اجرایی بنده که حاصل تلاش شبانه روزی مسئولین، مدیران و کارکنان پرتلاش، فداکار و شجاع این کشور بود و بنده نیز سهم کوچکی در آن داشتم، به عنوان سند مجرمیت بنده و آن عزیزان مطرح می شود. گرچه ماهیت این پرونده سازان برملا و رسوایی پرونده های مزبور بر همگان روشن شده است و همه می دانند اگر این از خدا بیخبران حتی یک مورد از حقیر نقطه ضعف های این چنینی داشتند تا به حال شدیدترین برخوردها را کرده بودند، ولی بعید نیست پس از این استعفا هر یک از پرونده های ذکر شده نبش قبل شده و یا پرونده های جدیدی در دستور کار قرار گیرد که پیشاپیش رسوایی و محکومیت این نوع پرونده سازی ها برای افکار عمومی روشن است. اما چرا استعفا؟ برای پاسخ به این سوال مرور سریع و اجمالی روند حرکت اصلاحی و تلاش های اصلاح طلبان طی چند سال اخیر را ضروری می دانم. پس از مجموعه تحرکات و اقداماتی که به انصراف آقای مهندس میرحسین موسوی از نامزدی ریاست جمهوری دور هفتم انجامید، آقای خاتمی مناسب ترین گزینه گروه‌های خط امام به شمار می رفت. رایزنی ها به نتیجه رسید، هرچند نگرانی از تکرار ماجرای نامزدی آقای موسوی همچنان وجود داشت. در 3 بهمن 75 به اتفاق اعضای شورای هماهنگی گروه‌های خط امام به دیدار آقای خاتمی رفتیم. در آن دیدار آقای خاتمی ضمن دادن مژده پذیرش نامزدی ریاست جمهوری به دیدارشان با رهبری و عرضه دیدگاه‌های خود در مورد نظام قانون اساسی به ایشان و عدم مخالفت رهبری با نامزدیشان اشاره کرد. همه ما مشتاقانه ستاد انتخاباتی ایشان را برپا داشتیم بدون اینکه امیدی به پیروزی داشته باشیم. هرچه به انتخابات نزدیکتر می شدیم و قرائن و شواهد و نظرسنجی ها افزایش مداوم آرای خاتمی را نشان میداد، شایعات نگران کننده ای در مورد مخالفت بیت رهبری با نامزدی وی مطرح می شد، تا آنجا که آقایان کروبی و خوئینی ها چند روز پیش از برگزاری انتخابات به دیدار رهبری شتافتند. رهبری در آن دیدار شایعات مزبور را تکذیب کردند و متنی توسط آقایان موسوی خوئینی ها و حجازی به عنوان خلاصه مذاکرات تهیه و از سوی ملاقات کنندگان صرفاً برای اطلاع اعضای ستادهای آقای خاتمی در اختیار آنها قرار گرفت. اما درست در آخرین روز تبلیغات انتخابات بیت رهبری با صدور اطلاعی اعلام کرد چون در مورد دیدار آقایان کروبی و خوئینی ها با رهبری مطالب ضد نقیض فراوانی نقل شده، بدین وسیله کلیه مطالب مذکور تکذیب می شود. به هر تقدیر انتخابات 2 خرداد 76 منتهی به پیروزی قاطع آقای خاتمی گردید و رهبری پس از این پیروزی 2 خرداد را حماسه و بیمه کننده انقلاب نامید. این موضع‌گیری اصلاح طلبان را به پشتیبانی ایشان از برنامه‌های اصلاحی خاتمی امیدوار ساخت و به رغم وجود بعضی تکروی‌ها تمام تلاش‌ها در جهت ایجاد تعامل مثبت و اعتماد سازی با رهبری سامان یافت. در ماجرای پرونده سازی برای کرباسچی، قتل‌های زنجیره‌ای و حتی 18 تیر 78 و محاکمه عبدالله نوری، کوشش اصلاح طلبان همچنان تعامل اعتماد سازی بود. بنده در دیدار طولانی و مفید خصوصی 13 شهریور 78 با رهبری به ایشان عرض کردم از موضع‌گیری های شما در دیدارهای قبلی استنباطم این است که ما را نیز مدافع انقلاب و نظام می‌دانید
و از این نظر میان ما و رقبا اختلافی قائل نیستید. همه ما معتقدیم اگر این نظام ساقط شود به استقلال، تمامیت ارضی و حتی دین مردم لطمات جدی وارد خواهد شد. اختلاف بر سر برداشت‌های گوناگون از انقلاب، نظام و چگونگی اطلاع آن و تعریفمان از مردم است. اختلاف بر سر مشی‌ها و روش‌های رسیدن به اهداف واحد است. دغدغه‌های جناح مقابل رویگردانی مردم از اسلام و انقلاب و رشد به اصطلاح غیر خودی‌ها در صورت تداوم اصلاحات و روش پیشنهادی آنان سرکوب و مخالفت با مشی تبدیل محارب به مخالف و مخالف به موافق است. برعکس اصلاح طلبان معتقدند در اثر شکست اصلاحات مردم از اسلام و انقلاب روی گردان خواهند شد و روش پیشنهادیشان تأکید بر حاکمیت قانون و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندی است. ما معتقدیم مردم با اسلام، انقلاب، نظام و ولایت با همان قرائت و تعریفی که در جریان انقلاب 22 بهمن و حتی سالهای آغازین انقلاب رواج داشت مشکلی ندارند. مشکل قرائت‌ها و تفاسیر بی سابقه است که امروز به نام اسلام، انقلاب و ولایت ترویج و تبلیغ می شود. علت اقبال مردم به خاتمی نیز طرح و دفاع از همان دیدگاه‌های اولیه انقلاب به روشی روز آمد است. البته رهبری نظر بنده را قبول نداشتند و پیروزی خاتمی را ناشی از عوامل دیگری به جز دیدگاه‌های ایشان می‌دانستند. متاسفانه پس از پیروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، اوضاع به سرعت تغییر کرد. ترور حجاریان، توقیف فله‌ای روزنامه‌های اصلاح طلب، تصمیم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمایش برنامه‌ریزی شده کنفرانس برلین و دستگیری شرکت کنندگان در آن کنفرانس و غیره که همگی در فاصله میان انتخابات و تشکیل مجلس ششم به وقوع پیوست، نشانگر تغییر استراتژی و روش‌های مقابله با اصلاحات بود. در دیدار ششم اردیبهشت 79 سران جبهه دوم خرداد با رهبری به ایشان عرض کردم اگر بگوییم در دوم خرداد 76 مردم نمیدانستند به چه رأی میدهند، در 29 بهمن 78 دیگر چنین فرضی صحیح نیست. این رأی افقهای جدیدی برای دفاع از کلیت نظام باز کرده است. روش‌های دفاع بسیار مهم است. در کیهان فرهنگی آقایی می‌نویسد ما دو جور استبداد داریم: استبداد بدون استدلال و استبداد توأم با استدلال. ولایت فقیه استبداد توأم با استدلال است. امروز این نوع دفاع از نظام مفید نیست و کسی قبول نمی کند. شاید برای زمان نادرشاه خوب بود و مردم آن زمان می گفتند استبداد توأم با استدلال حداقل بهتر از ریختن سرب داغ در حلق افراد است. ما می گوییم اگر مردم نباشند چاره‌ای جز توسل به خارجی نداریم و مردم هم یعنی کل رأی دهندگان و شهروندان و جمهور ناب و غیر ناب نداریم. پس از تشکیل مجلس ششم و طرح بحث اصلاح قانون مطبوعات به منظور جلوگیری از برخوردهای غیرقانونی با آنها، رهبری به آقای کروبی و بنده پیغام دادند با توجه به اینکه قانون مطبوعات اخیراً و در اواخر دوره اصلاح شده و هنوز در عمل و اجرا مشکلات آن مشخص نشده است، از نمایندگان بخواهید تا مشخص نشدن اشکالات آن دست به تغییر قانون نزنند. در غیر این صورت من این اقدام را سیاسی تلقی کرده و در مقابل آن خواهم ایستاد. فراکسیون جبهه دوم خرداد در اجرای نظر رهبری تنها به چند اصلاح کوچک و ضروری در قانون بسنده کرد، ولی وقتی همین موارد نیز به جلسه علنی تقدیم شد، نامه معروف رهبری صادر و جلوی آنها گرفته شد.
از آن پس شورای نگهبان ممانعت از به ثمر رسیدن طرح‌های اصلاح طلبانه مجلس را در دستور کار خود قرار داد و با بدعت‌های عجیب مانع از آن شد که طی 4 سال گذشته حتی یک قانون ناظر بر تضمین حقوق و تحقق خواست‌های سیاسی اجتماعی مردم به مرحله اجرا درآید و عملاً قوه مقننه را در زمینه تصویب این قبیل قوانین تعطیل کرد. قوه قضاییه نیز برخورد با نمایندگانی را که پا را از گلیم خود فراتر نهاده بودند آغاز نمود تا شاید مجلس ششم نه تنها در تصویب قوانین ناظر بر اهداف اصلاحی ناتوان شود، بلکه جرأت اظهار نظر در مورد مسائل مهم مملکتی را نیز